امروز میخوایم بریم سراغ یه نظریه خیلی جالب و البته تکون دهنده. نظریه دانش نفتی از دکتر سید مجید حسینی. این نظریه به ما میگه که چطور پول نفت نه فقط اقتصاد که حتی طرز فکر و ساختار کل جامعه ما رو شکل داده. خب برای اینکه عمق این نظریه رو درک کنیم، اول بیایید با هم یه نگاهی بندازیم به وضعیتی که الان توش هستیم. یه تصویر خیلی واضح از نابرابری. خب این وضعیت یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم نابرابری دقیقاً از چی حرف میزنیم؟ بیایید چند تا آمار رو ببینیم. اولین آماری که میبینیم واقعاً تکون دهنده است. داریم از 9.5 میلیون نفر حرف میزنیم. 9.5 میلیون نفری که در کشور ما گرسنه هستند. و حالا در طرف دیگه ماجرا یه گروه 800,000 نفری رو داریم که هر کدومشون ماهاله بیشتر از 300 میلیون تومان فقط با کارتخوان خرج میکنن. فقط خرج کارتخوان. حالا این دوتا عدد رو بذارید کنار هم. این فقر و این ثروت. هر دو توی یک کشورن. کشوری که از سال 58 تا حالا 2.5 تریلیون دلار فقط درآمد نفتی داشته. میتونید این عدد رو تصور کنید؟ نتیجه این داستان چی شده؟ این شده که امروز با وجود همه ی حرفا در مورد عدالت، شانس شما برای اینکه از طبقه خودتون بالاتر برید تقریباً هم اندازه آمریکاست. یعنی یکی از سرمایه‌داری ترین نظام‌های دنیا. انگار که نردبون‌های ترقی را از جامعه برداشتن. خب سوال اصلی اینه. چطور ممکنه؟ چطور یک کشور با این حجم از ثروت به این نقطه از نابرابری میرسه؟ اینجا دقیقاً جاییه که نظریه دانش نفتی وارد میشه تا این معما رو برامون حل کنه. دانش نفتی یعنی چی؟ ببینید ایده اینه که کل سیستم علمی و دانشگاهی ما به جای اینکه دنبال حل کردن مشکل گرسنگی اون 9.5 میلیون نفر باشه، یه کار دیگه میکنه. توجیه میکنه. توجیه سیستمی که با پول نفت کار میکنه و همین نابرابری رو میسازه. انگار که خود دانش آلوده به نفت شده. این چرخه رو نگاه کنین، خیلی جالبه. همه چیز از درآمد نفت شروع میشه. درسته؟ این پول مستقیم میره توی جیب دانشگاه‌ها. دانشگاه‌ها هم به جای اینکه دانش به درد بخور تولید کنن، یه چیزی تولید میکنن به اسم دانش نفتی. یعنی تئوریایی که میگن همین وضعی که هست بهترین وضع ممکنه. و در نهایت همین دانش از سیستم و قدرتی که با پول نفت ساخته شده دفاع میکنه. یه دوره باطل کامل. این جمله به نظرم عمق فاجعه رو نشون میده. مرا ساختن تا این نفت را توجیه کنم. یعنی خود فرد تحصیل کرده، محصول و ابزار همین سیستمه. خیلی تکون دهنده است. پس فرق اصلی اینجاست که مثلا تو کشورهایی مثل آلمان یا ترکیه اقتصاد بر اساس کار و صنعت میچرخه. یعنی مردم باید کار کنن تا چرخ اقتصاد بچرخه. اما اینجا اساس اقتصاد یه چیزیه که از زیر زمین در میاد. این کل بازی رو عوض میکنه. خب حالا بیایید این نظریه رو توی یه مثال واقعی ببینیم. یه چیزی که هممون باهاش سر و کار داریم، سیستم آموزش و پرورش. آماده اید؟ توی کشور 23 نوع مدرسه مختلف داریم. 23 نوع. یعنی از همون روز اول بچه‌ها رو توی مسیرهای کاملا جدا از هم قرار میدیم. جالبه که این وضعیت رو با دوران ساسانی مقایسه میکنن. اون موقع اگه از طبقه کارگر بودی نمیتونستی درس بخونی. مانع طبقه بود. اما امروز چی؟ امروز مانع اصلی پول شماست. و با این 23 نوع مدرسه این تبعیض خیلی پیچیده‌تر و شاید حتی بدتر شده. خب خروجی این سیستم آموزشی چیه؟ سالی 320,000 فارغ التحصیل مهندسی. برای اینکه بفهمید این عدد چقدر بزرگه، کل اقتصاد آمریکا به این تعداد مهندس نیاز داره. اما اقتصاد ما چی؟ حتی نمیتونه یه بخش کوچیک از اینها رو جذب کنه. اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. اصلاً هدف این دانشگاه‌ها چیه؟ آیا واقعاً برای نیاز اقتصاد دارن نیرو تربیت میکنن یا فقط یه راهی هستن برای اینکه پول نفت رو خرج کنن و خودشون رو توجیه کنن؟ خب اگه مشکل اینقدر ریشه‌ای و ساختاریه، اصلاً راه حلی هم وجود داره؟ اگه آره، اون راه حل چیه؟ نظریه میگه که عوض کردن آدم‌ها، مثلا وزیرها، هیچ فایده‌ای نداره. چرا؟ چون وزیر جدید هم که بیاد میره پیش همین کارشناس‌ها و متخصص‌ها مشورت میکنه، همونهایی که با دانش نفتی تربیت شدن و خب همون آش و همون کاسه. پس راه حل چیه؟ راه حل ساختن یه چیز دیگه است. دانش انتقادی.
یعنی یه نوع نگاه و تحلیل که از بیرون این سیستم نفتی میاد. هدفش هم این نیست که قدرت رو بگیره، نه. هدفش اینه که ظرفیت مقاومت رو بسازه. خب این دانش انتقادی چطوری ساخته میشه؟ توی همین دانشگاه‌های فعلی که نه. این دانش باید از بیرون و از پایین به بالا ساخته بشه. چطوری؟ با تشکیل حلقه‌ها. یعنی آدما دور هم جمع بشن، حرف بزنن، فکر کنن. این حلقه‌ها شروع میکنن به تولید دانش جدید و ایده‌های انتقادی رو از جاهای دیگه وارد میکنن. این یه جور مقاومت فکریه. و اینجا به یکی از بحث برانگیزترین ایده های این نظریه میرسیم. بزرگترین دشمن مردم هستند. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما خودمون توی این بازی شرکت میکنیم، بچه‌مون رو میفرستیم مدرسه غیرانتفاعی، از یاران استفاده میکنیم، در واقع داریم به پایدار موندن همین سیستم کمک میکنیم. داریم شریک جرم میشیم. و در نهایت کل این تحلیل رو ما رو با این سوال بزرگ و شاید ترسناک تنها میذاره. وقتی خود سیستم فکری و دانشی یه جامعه تبدیل میشه به بزرگترین مانع برای پیشرفتش، اون وقت واقعاً راه نجات از کجا پیدا میشه؟